دیگه از ماشین قدیمی خسته شدم. خیلی ازش کار کشیدم و کلی خرج روی دستم انداخت و امروز در این ویدیو تصمیم گرفتم که برم ماشین جدید بگیرم. پس بدون هیچ گونه معطلی بفرمایید. فصل بهار و فصل بارندگی، عجب هوای عجب جرجر بارونیه. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. حالتون چطوره؟ عیدتون مبارک باشه و امیدوارم که سال نو رو با انرژی آغاز کرده باشی. الان تو این بارون، تو این هوای بهاری کیف میده چی؟ کیف میدی بری داخل طبیعت کمپ بزنی و طبیعتا چون من آدم تنها روی نیستم میخوام با سیمیون یا مایکل و ترور که از این دوستان برم اونجا ببینم کدومشون پایه هستن. چه داره یک بویی میاد، بذار ببینم. اوه چه دودی کرده ماشین، چه مرگش شده این، باز دوباره خراب شد. رسیدم خونه مایکل. جیمی چطوری؟ سلام حجیو. چرا جیمی ناراحت بود؟ اوکی مهم نیست. اوکی بچه، ماشین رو پارک میکنم. ماشین داغ کرده، باید به فکر خریدن یک ماشین جدید باشه. باید کاپوتشو بدم بالا. اینم از این، کاپوتشو دارم بالا. چه مرگشه این ماشین. اوه چه دودی کرده. لعنتی چه دودی داره میکنه. چه مرگشه این ماشین. میخواستم امروز برم کمپ کنم، شانس منو نگاه تو رو قرآن. بعد برم جای مغازه سیمیون. میخواستم با مایکل برم کمپ، نشد دیگه. الو سیمیون. الو فرانکلین، چیه؟ ماشینم به مشکل خود. سیمیون مغازه هستی؟ بیا پسر، بیا هستم. بیا نگاه به این ماشین بنداز ببین درست میشه یا نه. باشه اومدم. خب بچه، اینم از این. رسیدم مغازه سیمیون، کاپوت ماشین رو دادم بالا که سیمیون برید نگاه بهش بندازه ببینید چه مرگشه این ماشین. تقریبا 5-6 سال میشه که این ماشین رو دارم، نباید اینقدر زود خراب بشه. بذار ببینم فرانکلین. خیلی موتورش داغونه که. یعنی چی موتورش داغونه؟ موتورش یه تعمیر اساسی میخواد، یعنی کلا به نظرم موتورش باید عوض کنی. یعنی موتوریش داغون شده؟ آره، موتوری ماشین داغون شده پسر. آب زیاد کم میکنه، درسته؟ هم آب زیاد کم میکنه، هم چند لحظه پیش که رفتم خونه این مایکل ازش دود اومد. فعلا ماشین باید اینجا بمونه پسر، نیاز به تعمیر داره. هم میخواستم برم کمپ کنم. ای بابا، یعنی کمپ کنسله؟ شانس منو نگاه. اوکی سیمیون، کی درست میشه این ماشین؟ نمیدونم پسر کی درست میشه، سرم خیلی شلوغه. هر چه سریعتر اینو درست کن سیمیون، باشه؟ قول نمیدم به. خودتو لوس نکن، درستش کن دیگه. اوکی پسر، ببینم چیکار میتونم بکنم. دوست دارم خیلی زیاد. یه بوس بهم بده. بابا بدم میاد از این کار. برو پسر برو. بده بوسو بده. برو گم شدی که لوس نانار. خب بچه، الان یک مسئله میمونه. من برای اینکه برم کمپ نیاز به ماشین دارم. اوکی، ماشین ترور هست. باید با یکی از ماشین دوستان برم. بذار زنگ بزنم به ترور، اون ماشینش خوبه برای کمپ. الو ترور. نه پسر، سلام، چطوری؟ ترور، با هم میایی بریم کمپ؟ کمپ؟ نه الان خیلی سرم شلوغه، حوصله ندارم بیام. مهمون ناخونده دارم، نمیتونم بیام. مهمون ناخونده کیه باز؟ حالا بماند، چی کار داری؟ مهمون ناخونده دیگه نمیتونم بهت بگم فعلا. سیمیون چی میگی پسر؟ سیمیون، با هم میایی بریم کمپ؟ نمیبینی سر عید چقدر سرم شلوغه، با تو بیام کمپ؟ خیلی خوب بابا، آروم باش. اوکی، یه کسی دیگر پیدا میکنم. عجب ماشین خوشگلی پسری، چقدر دوستش دارم. خیلی قیافه داره. سیمیون این ماشین چنده؟ $1,000,000 ناقابل. وای چه خوبه. میتونم داخلش بشینم؟ میخوام نگاش کنم. درشو آروم ببندی. باشه بابا، درشو آروم میبندم. اوف چقدر خوشگله. صدای موتورش وای. راستی گفتی ماشین؟ قراره چند نوع ماشین بیارن. چند نوع ماشین؟ چی میخوای بیاری؟ از ایران میخوام ماشین بیارن. از ایران میخوای ماشین بیاری؟ این همه کشور چرا ایران؟ خودروهاش ارزون تره به دلار و فکر کنم فروش خوبی هم داشته باشه. پس هر موقع ماشینا رو آوردی با هم تماس بگیرم، میخوام بیام ببینم ماشینای ایرانیو. خب بچه، الان یک نفر دیگه میمونه، بذار زنگ بزنم بهش. الو چطوری پسر؟ چه خبر لامار، چی کار میکنی؟ چی مشغول دیدنی هم الان خونه یکی از قوم و خویشام. یعنی الان نمیای با هم بریم کمپ؟ نه بابا، سرم شلوغه. بعدش هم میخوام برم خونه پدر بزرگم، بعدش هم خاله‌ام، بعدش هم عموم. اوف چه آجیلایی دارم میدن. بادوم هندیاشو حتما بخوری. آخ بادوم هندیاشو، وای بادوم هندیاشو نگو، چقدر خوشمزه. نت سرویس لامار عوض کرد. یک نفر دیگه اونم لستره، بذاریم باش تماس بگیرم. الو لستر. الو جانم. لستر، پایه با هم بریم بیرون؟ بیا بریم. جدی داری میگی؟ آره دیگه، دارم میگم بیا بریم با هم بیرون دیگه. اوکی، فقط این یک مسئله پیش میاد، من ماشین ندارم. بیا بابا، ماشین من هست، با هم بریم. خب بچه، الان باید یک تاکسی چیزی بگیرم خودم برسونم خونه لستر. خب تاکسی هم اینجا گیر نمیاد. تاکسی بسته.
یعنی خاک تو سر دون رانندگیت. کدشو مردک. چقدر بی تربیته. انگوش میدلش نشونم میده. برو پایین. پول تاکسی هم نمیدم، چه بهتر با این ماشین یارو میرم. حیف که این ماشینش به درد کمپ نمیخوره، وگرنه با همین ماشین میرفتیم. زنگ در خونه لستر رو بزنم. یک صدایی از اون طرف میاد، بذار ببینم چیه. لستر تو اونجایی؟ لستر؟ اوف، ماشینو نگاه. این چه ماشینیه؟ اینو از کجا آورده لستر؟ کنه دزدیده؟ چقدر گنگ حاجی. این ماشین مخصوص کمپ، اصلا حال میده باش بزنی تو دل جاده از کوه صاف بری بالا. یک صدای از این طرف اومد ولی هیچ خبری نیست. چرا لستر نیست؟ آقا لستر این پایینم. کجایی؟ زیر ماشینم. زیر ماشینی؟ آره اینجا. چی کار میکنی اون زیر؟ اینجا روغن ریزی داشتم درست میکردم. خب الان چی کار کنم؟ سوار ماشینشو بردن عقب. گیر کردم، کلم گیر کرده. واسه دستم نره زیرشا. اوکی حواسم هست. بذار ببینم. خب بچه‌ها بریم جلو. آروم برو عقب. واسه کلم گیر نکنه. واسه آخ دستم فرانکلین سرم. فرانکلین همه جا. لستر سالمی؟ خدا لعنتت کنه. بلند شو بابا، کاریت نشد. لاستیک رفته رو سرت دیگه. ایوونه سرم درد میکنه. خرابکاری کردم. لستر جان پاشو، شوخی کردم. پاشو دیگه. چه سریع پاشو. سالمی؟ تندرستی؟ لستر بیا زودتر بریم. 5-6 ساعت دیگه هوا تاریک میشه، بعد برگردیم شهر دوباره. فقط یه چیزی، اجازه میدی من بشینم؟ آره که پوفیوز. ولی منو له کردی. بس میخوای پشت ماشینم بشینی؟ اون دست فرمونه ماتیکت. حالا خاده اذیت نکن دیگه. بشین باشه. اوف بریم پسر بریم. اوف چقدر خوبه این ماشین. خوب اوکی، دنده عقب بگیرم. یا ولی فرانکلین بابا هیچ کارش نشد. چقدر سرعت میگیره. خب بچه برو بریم کمپ. اینجا یک دونه روده، همین روده بریم بالا میکنیم بدون دشت خیلی بزرگ. فکر کنم برای کمپ خوب باشه. خب لستر فکر کنم اینجا خوب باشه. اینجا خیلی خوبه. فرانکلین ایزار آرومتر برو. باش حواسم هست. اینم از این. خب بچه ها اینم از این. چادرم ورداشتم. این چادر اینجا نصب کردیم. البته چادرش فکر کنم برای یک نفر بیشتر نباشه. 2 نفره میخوامیم پسر. اینم از آتیش که تو طبیعت روشن کردیم. البته باید حواسمون باشه بعدش حتما آتیش رو خاموش کنیم. آخش عجب هوایی پسر. باس به بچه داره گوشیم زنگ میزنه. الو فرانکلین. جانم سیمیون چی شده؟ فرانکلین نیاز به کمک دارم. میخوام یک بار بیاریم داخل شهر. بار چی؟ بار ماشین. خب چیکار کنم من؟ برو ساحل غربی با اون بارو تحویل بگیر. الان من داخل طبیعتم کمپ کردم. بی خیال پسر، برو بگیر بیا دیگه. شاید بتونی داخل اون بار ماشین مورد علاقتم پیدا کنی. بذار ببینم. راست میگی بچه‌ها، اون ماشین خیلی قدیمی شده. بعد این ماشین جدید بخرم. دارم میام سیمیون. لستر من ماشین تو لازم دارم. چی؟ ماشینمو لازم داری؟ چی داره میگه فرانکلین؟ واسه فرانکلین کجا میره؟ نه معذرت این دراش چرا باز دراشو ببندم. میارم ماشینو میارم. اوکی بچه‌ها برو بریم. یا اول خب بچه‌ها رسیدم به لوکیشنی که سیمیون بهمون گفت که اینجا باید صبر کنم که یه دونه کشتی خیلی بزرگ میاد که داخلش پر از ماشینه. اوکی صبر میکنم فعلا. این دیگه چیه؟ تایتانیک باشد؟ چقدر بزرگه پسر. الو سیمیون. الو چیه؟ یه دونه کشتی خیلی بزرگ رنگ مشکی قرمز خودشه. آره پسر خودشه. خب الان چیکار کنم؟ الان من ماشین میانم برای حمل ماشینا. بچه‌ها سیمیون خرج کردم تو برات خرج کردم. من کف خیابون رو برات فرش کردم. بیا خوبه. خب اینم از ماشینا که آوردن. اوکی فکر میکنم که ماشینا هم خالی کردن. بذار ببینم. همه رو خالی کردن. چه ماشینای باحال با مزه. 69 سین 685 57 ایران. این ماشین از ایران اومده. طراحیش قشنگه، بد نیست. چقدر شبیه ماشینای فرانسوی درست کردن. پدر سیمیون زنگ میزنه. الو سیمیون. الو فرانکلین چی شد؟ ماشینا رو تحویل گرفتی؟
آره 6 تا ماشین تحویل گرفتم، 6 تا ماشین ایرانی. همونا رو بیار در مغازه. باشه میارم. فقط این که چی؟ فقط چی؟ فقط اینا جنساشون یه جوریه انگار مثلا با پلاستیک ساخته شده. چی میگی بابا؟ چرت پرت نگو. ماشینا رو بیار. من کل ماشینا رو آوردیم، کل ماشینای ایرانی آوردیم داخل نمایشگاه سیمیون. سیمی اینم از خودروات. کارت عالی بود پسر. همه رو سالم آوردی برام. دستت طلا. این قیمت ماشینا چنده اینا؟ اینا از $5000 شروع میشه. چقدر مفته. یه دونه از اینا میخوام. پس من فرانکی مطمئنی؟ مطمئن که مطمئنم حاجی، خیلی خوشگله، قیافه باحالی داره، خوشم اومده از قیافش. اصلا تو برای چی پرسیدی مطمئنی؟ مگه چشه این ماشینا؟ هیچی ببر پسر. بچه‌ها به نظرتون کدوم رنگو بردارم؟ شما کدوم رنگو دوست دارین؟ داخل کامنت ها حتما برام بنویسین و همچنین داخل کامنت ها بنویسین که کدوم یکی از ماشینای ایرانی رو خیلی دوست دارین. رنگ بنفششو هستن بابا، این خوشگله، این بنفشش خیلی خوشگله. همینو ور میدارم سیمی. خب بچه‌ها الان خیابون خلوت بزنین یک سرعت باش بگیرم ببینم چه جوریه سرعتش. بچه‌ها چرا ترمزش چرا کار نمیکنه؟ یا اول پس ترمزش برید. یا حسین برو اون. وای حاجی داغون شد، خیلی هم آروم خوردم بهش. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و اگر دوست دارین مثل همین سبک ویدیوها براتون بسازم بچه‌ها حتما داخل کامنت ها بنویسین ماشین ایرانی. و یکی از بزرگترین حمایت از من اینه که بچه‌ها کانال رو دنبال کنید و اگر تعداد لایک های این ویدیو برسه بالای 2000 تا پارت بعدی هم براتون میذارم. خیلی دوستتون دارم، ممنون از تمام حمایتتون. تا ویدیوهای دیگه فعلا خدا نگهدارتون. بای بای.